شیرموزه نه معجون، آیسبک آبدوخیار حاج عمو، همون آبدوخیار قدیمی که تو کاسه بهتون میدادیم برای پاییز و زمستون آوردیم کنار غذاهاتون. با غذاتون میل کنید. یه نوشیدنی سالم همون مثل قدیم، کشمش، خیار، گردو، یه تیکه حالا یخ کوچولو داره این کار، دوغو میریزیم، دوغ مشتی آبدوخیاری حاج عمو. دوغو که میریزیم همون تزیینی که روی دوغای قبلیمون داشتیم میایم روی اینم انجام میدیم براتون. به این حالت روش که تزیین میشه یه تیکه ماست چکیده شده معجونی هم کنارش براتون میذاریم. حضور شما عرض شود که آیسبک آبدوخیار حاج عمو کنار غذاتون میل کنید، لذت ببرید.